فصل هفتم قانونگذاری فدرال. اصل 70. یک. حدود صلاحیت قانونگذاری ایالت‌ها تا جایی است که مطابق این قانون اساسی در صلاحیت قانونگذاری دولت فدرال قرار نداشته باشد. 2. تفکیک صلاحیت میان فدراسیون و ایالت‌ها مطابق مقررات این قانون اساسی در مورد قانونگذاری انحصاری و قانونگذاری غیر انحصاری صورت می‌گیرد. اصل 71. در حوزه قانونگذاری انحصاری فدراسیون، ایالت‌ها فقط زمانی و تا حدود حق قانونگذاری دارند که این صلاحیت به موجب قانون فدرال به آنها تفویض شده باشد. اصل 72. در حوزه قانونگذاری غیر انحصاری صلاحیت رقابتی، ایالت‌ها تا زمان و تنها تا حدود حق وضع قانون دارند که فدراسیون از اختیارات قانونگذاری خود توسط قانون استفاده نکرده باشد.